با سلام محضر مقام عظمای جنایت، منجی عالم منقلیت، شاخص همیشه قرمز بورس بوس امروز به همراه جمعی از نخبگان عرصه اختلاس و پدران آقازاده‌های راندخوار خدمت شما رسیدیم تا گزارشی از وضعیت سگ صاحبش نمیشناسه مملکت ارائه بدیم. اجازه میخوام که در شروع در نهایت مسوت به اطلاعتون برسونم که تحریم‌های تسلیحاتی لغو شد و این دستاورد بزرگی برای ملت ماست که همش هم محصول برجامه. همه مشکلات مردم حل شده بود، فقط همین مونده بود که اینم مرتفع شد. پدری برای من نامه نوشته و گفته که از لغو تحریم تسلیحاتی بسیار خوشحاله، بسیار خرسنده، چون سالها بوده که به پسر بزرگش قول خرید یه ضد هوایی با یه موشک سام داده بود. به دخترش قول مسلسل یوزی داده بود. به همسرش هم قول داده بود که یه جنگنده سخو به نامش بکنه که به همه اینها به حمدالله رسید علی برکت الله. من هم در جواب ایشون نوشتم همه اینها ثمره عنایات مقام معظم حماقت است. طیبا کل سخواتکم و تسلیحاتکم اجمعین. حالا شما اون پدر رو گفتید، فی‌الواقع برادران نیروی انتظامی و عزیزان بسیجی هم خیلی خوشحال شدند و کیف کردند، مثل خری که بهش باسلوق بدیم. الان ما میتونیم بعد از لغو تحریم‌های تسلیحاتی هم شوکرهای برقی 10,000 ولت بخریم، باتوم‌های مرغوب بخریم، اسپری فلفل‌های خفن‌تر تهیه کنیم، از این فلفل دلمه‌یا باشه. تنها مشکلی که داریم اینه که پولش رو از کجا بیاریم و این سوالیه که مسئولین نظام گاگود مدار ما باید پاسخ بدند. الان شما به عنوان ستاد مقابله با کرونا اومدید اینجا، اما من ربط این ترکیب رو با کرونا نفهمیدم. ترکیبی که توش وزیر اطلاعات و وزیر دفاع و رئیس ستاد نیروهای مسلحه میخواد با کرونا چه بکنه؟ اعتراف اجباری بگیره ازش؟ این ترکیب بیشتر به ستاد مقابله با فتنه میخوره. اجازه بدید من یک گزارشی هم از وضعیت مملکت بهتون بدم. به حمدالله هوا آلوده است، دلار رو هزار میبریم بالا، کرونا هم که قربونش برم جهش کرده، پریده، اصلا داره میره. در عرصه گرونی هم همونطور که شما فرمودید رکورد زدیم. زلزله و سیل و اینا هم که همش برقرار، اختلاس مختلاس و بخور تخور و بچاپ کچاپ و آقازاده ماقازاده و آخوند ماخوند و کلن علم و برکت الله. بله، یعنی میخوام بگم همه این آپشن‌ها توی جهنم هم با هم فعال نیست، ولی ما در سایه راهنمودها و به بصیرت شما همه اونها رو فعال کردیم و محقق کردیم. آورین فقط کژش ندید. این کرونا واسه هر کی بد بود واسه ما خوب بود. باعث شد که این ماسک‌ها رو بزنیم تا مردم این قیافه‌های منحوس و نکبتی ما رو نبینن. من بارها گفتم رئیس جمهور ما شاخص گوش کردن به حرفان پزشکان بود و پاش رو از خونه بیرون نگذاشت. هر اتفاقی هم که افتاد ایشون به نعلینش هم نگرفت. این کرونا هم یواش یواش داره عمرش زیاد میشه. اینطور که معلومه کرونا جنتی گرفته. البته خب در این شرایط ما با کمبود پزشک مواجهیم. بنده حقیر از پزشکان اطفال میخوام که یه خورده بیشتر درس بخونن که بتونن بزرگترها رو هم معالجه کنند. طیب کل کروناتکم. من فقط یک گلگی بکنم که نماینده های مجلس و جک و جونورای متصل به شما این روزا دوره افتادن و هرچی نابدترین حسار ما و فک و فامیلای ما میکنن، اصلا فحشکش میکنن ما رو. خب این درستش نیست که آخه ما هر غلطی کردیم که خود نسناست هم بودی، خود همین توش بودی که امضا میکردی باش بودی. نمیدونم داستان چیه. حالا داستان چیه همه ریختن سر ما؟ 8 سال پشت هوای ما نرمش قهرمانانه کردی، اونم با رنگ قاسم آبادی. حالا تریپ دولت جوان حزب اللهی برداشتی ذکر مصیبت میکنید شما. اولا که حیوان آرام باش، این دم آخری نذارین دست ناقص هم رو روت بلند بکنم. توصیه من به احاد مسئولین این هست که هرچی از دهنتون در اومد حتی از اون قرمزاش به رئیس جمهور بگید، یعنی راحت باشید. کل عمه و عمو و زندایی و فک و فامیلش جلوش رژه برن. فقط مراقب باشید که حرمتش مورد حتکیت قرار نگیره. فحش‌های منشوری از اونایی که حتی خودتونم نشنیدید، از همونایی که به من میدید به رئیس جمهور هم بدید. فقط مواظب باشید حد که شیوه حرمتی نشه. من از همه کسانی که کرونا گرفتن
عاجزانه تقاضا میکنم قبل از رفتن به بیمارستان بیان سراغ همین آقای رئیس جمهور و ایشون رو در آغوش بگیرن و حلالیت بطلبند. فقط سمت من نیان. طیب الله کل سمت من نیان دیانتکم بکن. با تشکر از بیانات روشنگرانتون در آخر درخواست داشتم که یک راهنمود عملی هم برای این وضعیت مملکت عنایت بفرمایید. عزیزان، خورشت کرفس بخورید. خاصیت درمانی خاصی نداره، دردی هم از مملکت دوا نمیکنه، ولی همین که بدونید که یه چیزی بدتر از این هم وجود داره که گند میزنه به حالتون، خب این خودش یه پیشرفته. بنده اجازه بدید پیشاپیش سال 1400 رو هم برای بسیجیان عزیز نامگذاری بکنم. سال کار خرکی، تولید الکی، درآمد پفکی و ولایت زورکی. طیب الله کل زورزورتاتکم.